با گرمترین سلام ها و صمیمانه ترین شادباش ها اولین برنامه پیک شادی در اولین پنجشنبه سال 1402 رو تقدیم حضورتون میکنیم. همزمانی پیک شادی با سومین پیک بهاری رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که مجموعه برنامه‌هایی که همکارانمون براتون در نظر گرفتن مورد توجهتون قرار بگیره و بتونیم اوقات نوروزی خوبی رو برای شما عزیزان فراهم بکنیم. در سال جدید هم آرزوی ما اینه که بتونیم خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. با بخش اول برنامه‌های امروز همراه ما باشید. صدای ناله تو یادم نمیرسه دلی، روزی که با یاد برجام به ریشت حنا زدی. محال یادم بره کرک و پر ریخته تو که تو بیتت مثل یه مگس منو صدا زدی، که تو بیتت مثل یه مگس منو صدا زدی. سنگرت خالی شد و پیره در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیره در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. اون روزی که قاسمت کتلتی تو تابه شد، یه دفعه وارفتی و عین هوماس فلو شدی. محسن فخری با یه شلیک کلوف و گفت سنگک سوخته و تدیک تو زیر چلو شدی. سنگرت خالی شد و پیره در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیره در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. یادته که خوش نداشتی دولت و مجلسیا، بیانو بر سر اسرار نظام جدل کنن. حالا اون پاسدارایی که هی تو رو باد میکنن، تو روزای فتنه باس اسرائیل رو بغل کنن. سنگرت خالی شد و پیره در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. سنگرت خالی شد و پیره در اومد، این دفعه باید بری قربون عمت. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. سلام و عید همگی مبارک. این هفته خبر تو خبر داره براتون از فک جنبونی تکراری عظما بعد از تحویل سال و اسمگذاری مسخرش برای سال 1402. تورم که مشکل اصلی تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم رشد تولید. این شعار ساله. با قیامی که تو سال 1401 بود
و وضعیتی که عظما تو سال 1402 خواهد داشت، به جای نامگذاری سال و این اطوارا باید عمامش رو به چسبه. عمامت نمیزنم همون دیگه ندار. این هم یکی از محصولات دانش بنیان اقتصاد ولایت مداره. تاریخ انقضاش رو ببینید، 31 اسفند. حالا این که اسفند از کی 31 روز شده رو باید خود عظما بگه. آخوند رئیسی هم سوتی های نوروزی خودش رو با چند فقره قمپوز ولایی قاطی کرد و این اراجیف رو به هم بافت. آن کار بزرگ با همراهی و اعتماد مردم پیش رفت. در سال اول دولت چند اتفاق مهم رقم خورد. یک، شکست پروژه تحریم. دو، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی. و سوم، افزایش اعتماد عمومی مردم. این همون آخوند رئیسی هست که سال گذشته رو با این هول و هراس از دشمنان نظام به پایان برد. دشمن میخواد لشکرسازی کنه برای خودش، میخواد تیم درست کنه. دشمن میخواد در درون خیمه بزرگ نظام اسلامی و حرم جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر حاج قاسم عزیز ما، میخواد برای خودش نیرو بگیره و زمینه‌هایی رو هم پیدا بکنه، از اون زمینه‌ها سوء استفاده کنه. کار از این حرفا گذشته، حالا دیگه خود کابینه آخوند رئیسی هم آبکش شده. وزیر ارشاد ما داره میگه که ما میخوایم کنسرت ها رو آزاد کنیم، مردم شاد باشند و خندان. آقای رئیسی حواست هست یا نه؟ اینطور که پیداست دعواهای درون باندی در سال 1402 هم ادامه داره. امام جمعه های خامنه ای هم ترسشون از اتفاقای سال 1402 رو با این شاخ و شونه کشیدن ها برملا کردن. جرم اگر کسی انجام داد مجازاتش باید بازدارنده باشه. مجازاتی که مجرم رو ناز بکنه به درد نمیخوره که. مجازاتی که مجرم رو لالایی بهش بگه، قلقلکش بده، خوشش بیاد که به درد نمیخوره. اگه سوالتون شده که این آخونده از چی ترسیده، این صحنه از چهارشنبه سوری رو ببینید. اینجاست که تو دل آخوندا ولوله میفته و صدای هر کدومشون از یه گوشه‌ای در میاد. یه فکری بکنیم، اینجور وضع مردم پیش نمیره و متاسفانه شرایط بدی است و یک بدی هم که داره، دلم نمیاد این رو بگم، اما مردم حالا اینجور شده دیگه. من نمیدونم، همه این کمبوده ها، همه این ناراحتی ها رو از این عمامه و از دین و مذهب میبینن. از اونجایی که عظما توی ویران کردن ایران سنگ تموم گذاشته، حالا وقت اضافه آورده درباره محیط زیست توی لبنان کتاب نوشته. این هم مراسم رونماییش. جعفر مهندس زراعت و باغبانی است. او از کتابی برایم میگوید که اینجا رونمایی و انگیزه احداث این بوستان شد. سخنان رهبر انقلاب درباره حفاظت از محیط زیست در نگاه اسلام و جامعه امروز بسیار مهم و سنجیده است. قوانین ایران نیز درباره حفاظت محیط زیست قابل تأمل است. اشاعه سخنان رهبری باعث ترویج فرهنگ درختکاری در لبنان خواهد شد. این مشنگ و دوله هم روایت قلابی کم آورده، رفته سراغ انشتن. این آلبرت انشتن معروف، یعنی نابغه تک
علم فیزیک هسته‌ای و شناخت جهان، این شخص شیعه شده و مسلمان و به مرحوم آیت الله عظما بروجردی نامه نوشته که علت مسلمان شدن من و شیعه بودن من چیست. مرحوم آقای بروجردی ام فرمودن به او که ایمانت را و تشیعت را و اسلامت را مخفی کن تا وقتی من نگفتم اظهار نکن که صهیونیست‌ها تو را میکشن. انیشتن میگوید علت این که من شیعه شدم و مسلمان شدم و شیعه شدم و تشیع رو برگزیدم این بود. آخوندا اومدن برای روزه سلام پس مونده مستند درست کنن، بعد توش اعتراف کردن که بچه ها رو به زور چیپس و کلوچه و ساندیز جمع کردن. یا مثلا ما بچه داریم تو گروه هنوزم هست، بچه فکر کنم زیر 6 ساله، اصلا شرطش اینه که داره میره گروه سور حتما باید چیپس همراهش باشه. حالا من تصویرشو بهتون میدم، اصلا بدون چیپس نمیره. یکی بگه من گشنمه، همه گشنشونه. اگر مثلا رنگ کلوچه یکی قرمزه، اون یکی هم باید قرمز باشه. این هم یه شگرد برای گیج کردن پلیسای مشنگ نظام. کارت ماشین گواهینامه. حالا همرام نیست. چرا چی شده مگه؟ سرعت چرا انقدر زیاد بود؟ حالا دیگه اینجا بنبست دی، بنبست 100 تا اوکی که. اسمم آزاد. فامیلی؟ دیدری. آزادی بری؟ ممنون، خسته نباشید. کجا؟ Başlasın! Yavaş yavaş! Arşi! Son tahmin şamadı! Başlasın! Ali! Anlaş! Hakem! Son tabil nایه! یه همه؟ son tabil! واکش منو! هرچی دیدونو گادانو! یالا دیر بگو! برش که علف نفیز! یالا باشو بفشن! علف نفیز! ناخونی! نفیز! باشی! آرشاد! آره باشه!
مخلصم شاکر. سین و علام جیم جملو جمول جمال همه شما رو گلبارون و چراغون. دوستون دارم وجود تا از اونجایی که اعتمادی به آخوندا نیست و ممکنه نت و این حرفا رو قطع کنن، علاوه بر عید نوروز پیشاپیش عید فطر و عید قربان و شب یلدا و تولد همتون رو بهتون تبریک میگم. میگم رفقا یه وقت توی عیدی موقع خونه تکونی دلتون ما رو بیرون نکنید. انشالله تو سال جدیدی ابروهای هیچ کدومتون آیه با کلا نشه. بندم اومدم خدمتتون بگم هوشنگ تاینلیور مخلص همه برای بچه‌هایی که تو سال 1401 تشنک عظما و جک و جومر براشو اساسی پروندن. الحق که چپق و عظما رو حسابی چاق کردین. آقا امسال ما هم دلمون رو آبتایت زدیم که یه دمار اساسی از روزگار عظما در بیاریم. بنده امسال 7 سین رو به یاد جمعمون چیدم، سبزه رو به یاد سبزی دلتون، سمنو رو به یاد شیرینی مرامتون، ساعت رو به یاد قلبتون که انشالله همیشه عینه‌هو ساعت کار کنه، سرکه رو به یاد ترشی اخلاق خودم، سیرم به یاد تندی کلامم، سکه و سیبم به یاد چی؟ به یاد برق و سرخی آتیشی که تو خیابوناست چیدم. بله دنیا رو واسه تون شاد شاد و شادی رو براتون دنیا میخوام. چاکریم. سالی که گذشت سال ترمز پروندن قیمت ها بود. آقا پراید شد 250 میلیون تومان، اما این عظمای بدبخت پیزوری همون آخوند دوزاری که بود موند. این عظمای عضقاتی تو سال گذشته وسط یک کشاکش حماسی قرار داشت. یکی لنگشو میکشید، یکی ریششو میکشید، یکی گوششو میکشید. مردم هم که ماشاءالله خیز برداشتن که صندلی رو از زیر پاش بکشن. قبلا عظمای ناسود تفریحی بدبخت میشد، اما حالا دیگه معتاد شده. سخنرانیاش هم که شده عینه‌هو پیاز. تا لب باز میکنه بسیجی ها میافتن به شور. آره مخلصم شاکرم. آقا حالا که عیده بذارید دو تا خاطره عیدی هم واسهتون تعریف کنم کم شاد شید. یادمتون مدرسه یه دونه این قلک‌های کمیته امداد این یارو ملعون دادن به ما، گفتن اینو پر کنید واسه عید بیارید. ما هم اساسی پر کردیم، ولی خب شب عیدی گوشه‌شو پاره کردیم، پوله رو برداشتیم رفتیم یک دوچرخه مشتی خریدیم جانتون. شب عید البته آقا مدیره ما رو تا میخوردیم زد ناکس. خلاصه این بزرگترین اختلاس زندگی ما بود. ناکس مدیره نداشت وگرنه ما وزیری وکیلی چیزی میشدیم جون شما توی مملکت. نون و پنیر و قندون لبتون همیشه خندون. نون و پنیر و گرمک عید شما مبارک. چاکری. در اولین روز نوروز قسمت اول از آفساید نوروزی امسال رو تقدیم حضورتون کردیم که به پروژه مسموم سازی دانش آموزان توسط خامنه‌ای و فرافکنی‌های اون اختصاص داشت. بخش دوم این آفساید آماده پخشه که بدون هر توضیحی با همون رو می‌بینیم. سلام. در قسمت قبل گفتیم که ماجرای مسمومیت دانش آموزان در ماه‌های آخر سال 1401 به یک سوژه داغ تبدیل شده بود که پیچ و خم‌های زیادی داشت. دلیل اینکه این قضیه خیلی پیچیده و مرموز شد، روایت‌های گوناگون و متناقضی بود که از طریق بلندگوهای حکومتی منعکس می‌شد. اینکه حالا این وضعیت از ندانمکاریشون بوده یا عمد داشتن که اینجوری ملت رو در ابهام نگه دارن فعلا وارد نمیشیم، بلکه اجازه بدید در ابتدای این قسمت یک تصویر کلی از این ماجرا پیدا کنیم که همین تصویر گویای خیلی چیز هست.
همونطور که در خبرهای رسانه‌های حکومتی منعکس شده، پدیده مسمومیت دانش آموزان اولین بار 9 آذر در یک هنرستان دخترانه در شهر قم کلید خورد که 18 دانش آموز آسیب دیدند. امروز 22 آذر هنرستان فنی حرفه‌ای نور قم هستش. یه اتفاقی که چند هفته پیش اینجا افتاد و یه گازی توی مدرسه انتشار پیدا کرد و بچه‌ها حالشون بد شد. دوباره این اتفاق امروز افتاده. در آذر ماه با نرم پایین از شهر قم شروع میشه، در ماه‌های بعد اوج میگیره، در ماه بهمن به شهرهای مختلف گسترش پیدا میکنه تا میرسیم به ماه اسفند. در ماه اسفند وضعیت روز به روز تصاعدی گسترش پیدا میکنه. هفته اول اسفند هر روز به طور متوسط 4 تا 5 مدرسه در 3 تا 4 شهر و با همین نرم وارد هفته دوم میشیم تا 10 اسفند. روز چهارشنبه 10 اسفند یک دفعه در 40 مدرسه در 4 شهر از جمله تهران با یک گسترش ناگهانی مواجه میشیم. از شنبه 13 اسفند دوباره شروع میشه و روز 14 اسفند به اوج میرسه با گسترش به 15 شهر در استانهای مختلف کشور و 30 مدرسه در یک روز. به قول نمایندگان مجلس خودشون در مجموع بین 5-6 هزار دانش آموز از 26 استان راهی بیمارستان میشن در این مدت. از 13 اسفند اعتراضات در خیابان علیه این ماجرا شروع میشه و فراخوان‌ها برای اعتراضات سراسری در روز 16 اسفند هم داده میشه. خامنه‌ای 15 اسفند میپره وسط تا ورق رو با روایت امنیتی از این فاجعه برگردونه روی دشمنای نظام. روز بعد اعتراضات سراسری در 10 شهر میهن گر میگیره. مرگ بر حکومت بچه‌ها، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، حکومت بچه‌ها نمیخواد، نمیخواد. بعد از اینکه اعتراضات گر گرفت، یک دفعه شاهد هستیم که از یک طرف پدیده مسمومیت دانش آموزان افت میکنه و تقریبا تموم میشه و از طرف دیگه هم لحن مقام‌ها و ارگان‌های حکومتی هم نسبت به این ماجرا تغییر میکنه و همه فاز دشمن میگیرن، در حالی که تا 3 روز قبلش تو نماز جمعه ها خطشون این بود که نظام رو در ببرن و بگن که این حادثه اتفاقی و طبیعی بوده. Bu günləri Cəngə Hayravani bu günlər İranda gedib lap ucuna çatıb, zirvəyə çatıb. Bütün Cəngə Hayravaniyə giriblər ki, elə bil Həlimin oğlundan qazana düşüb. Özü hadisə düzəldik. Ya bir dənə hadisə təbiini götürək, nizamın hesabına yazıq. Həmləni başlayıq, vəhşətnak siyahnaməni də başlayıq. Mən qatiyyətlə deyəm, bu uşaqların məsmumiyyətində iynə ücicə ehtimal yoxdur ki, nizam bu işdə dəxalət eləyər. میبینید اینجا که نماز جمعه 12 اسفنده هنوز هیچ صحبتی از این که کار دشمنه نمی کنند. اما 3 روز بعد که اعتراضات شروع به گسترش میکنند، بلافاصله خامنه‌ای از ترسش وارد میشه و مقصر رو دشمن اعلام میکنه که پشت سر اون هم مقامات بالای نظام وارد میشن و همین سناریو رو باد میزنن. در ارتباط با این توطئه جدید دشمن که عبارت است از ایجاد دلهره در دل دانش آموزان و دل بچه‌ها و دل والدین بچه‌ها، این یک جنایت علیه بشریته. بله، یه شبه روایت نظام از این ماجرا از یک شیطنت کودکانه تبدیل شد به جنایت علیه بشریت. اژه‌ای هم مشابه همین صحبت‌ها رو میکنه که آره، هر کسی که این مسئولیت‌ها رو انجام داده مفسد فی الارض و ما میگیریم و میزنیم و اینا. بعدش دیگه یه تعدادی رو دستگیر میکنن و آروم قضیه رو حل میدن سمت مجاهدین. بیش از 100 نفر از عوامل مؤثر در حوادث اخیر مدارس شناسایی، دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفتند. تحقیقات از این افراد از جمله کشف ارتباط احتمالی آنان با سازمان تروریستی منافقین همچنان ادامه دارد. تو صحبت‌های اینور اونور هم هی اسم مجاهدین رو در رابطه با این ماجرا سر میدن. امضای اسرائیل کی از این مسئولیت سود میبره؟ چه خیری این برای مثلا جمهوری اسلامی داره؟ چرا اونوریا انقدر نامه اینا تعطیلی مراکز آموزشی بود؟ موفق نشدن موج دوم درست کردن. این کارها امضای انگلیس
و عاملیت مجاهدین خلق. اونا این کارن. شیطون بعد از دیدن این صحنه یه پسگردنی به فرزندش زد و گفت یاد بگیر خنگ خدا. خودشون پروژه رو راه میندازن که ملت رو تو رعب و وحشت فرو ببرن. وقتی نمیگیره و ملت میان توی خیابون، سریع سر و ته میکنن و فاز مظلومیت میگیرن و میندازن گردن دشمنای نظام. خب این سناریو یه مقدار تکراری و آشنا به نظر میرسه. از گذشته‌های دور ثبت هست در تاریخ که نظام یک جنایتی رو انجام میداده، بعد به طور خاص از رأس نظام پرقدرت وارد میشد و میگفت کار دشمنای نظام، مثلا مجاهدینه، ولی آخرش معلوم میشد که کار خودشونه. این یک تحلیل یا اتهام نیست، بارها نمونهش رو دیدیم. میریم تابستان سال 66 در مکه. اجتماع عظیم راه پیمایان از بعثه شماره 2 در جهت مقابل مسجد الحرام. اون موقع خمینی میخواست از مراسم حج برای پیشبرد اهداف صدور انقلابش یا همون ارتجاعش استفاده کنه. در سال 65 یک سال قبل از اون ماجرای ارسال مواد منفجره به عربستان از طریق جاسازی در چمدون زوار رو پیش آورد که قضیه لو رفت، آبروریزی برای نظام به بار آورد. ولی با این حال سال بعد سال 66 خمینی میخواست از مراسم حج سوء استفاده تبلیغاتی بکنه که اونجا عکس بردن و شعارهای سیاسی مرگ بر این و اون دادن و در روز 9 مرداد 66 درگیری ایجاد کردند که قضیه به یک فاجعه با کشته شدن چند صد نفر تبدیل شد. رژیم به لحاظ بین‌المللی زیر فشار رفت در داخل کشور، اما خمینی حمله کرد به سفارت عربستان و مظلوم نمایی کرد. برای اینکه خودش رو از این افتضاح که بانیش بود در ببره، یک دفعه توی رسانه‌هاش مجاهدین رو مقصر این ماجرا اعلام کرد. نگاه کنید، کیهان 13 مرداد 66 ما همدستی مجاهدین در فاجعه مکه رو می‌بینیم. یا هنوز هم توی رسانه‌هاشون این دروغ رو منتشر می‌کنن. اینجا نقش مجاهدین در کشتار خونین مکه در سال 66، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس معروف به تصنیم. بعد هم نوشته که خامنه‌ای رئیس جمهور وقت در سخنرانی خود در مرداد 66 به نقش مجاهدین در جمعه خونین مکه اشاره کرد و گفت ما به احتمال زیاد حدس میزنیم مجاهدین در این جنایت دست داشتند. این قضیه مفصله و من توصیه میکنم اگه کسی میخواد بیشتر بدونه بره به سایت ایران افشاگر سر بزنه که خیلی ریز با جزئیات مستندات این قضیه اونجا جمع آوری شده. ما اینجا فقط به کجاش کار داریم؟ اینکه در سال 65 و 66 خمینی تلاش‌هایی برای ایجاد بلوا در مکه کرد، یه بار بمب فرستاد، یه بار آشوب و درگیری ایجاد کرد و وقتی کار خراب شد و 400 نفر کشته شدند و رسوایی به بار اومد، این مسئله رو انداخت گردن مجاهدین و شخص خامنه‌ای خودش برای پیشبرد این پروژه به صحنه اومد. 15 سال 20 سال بعد اما در میان جنگ و دعوای باندهای حکومتی رو شد که اصل ماجرا چیز دیگه ای بوده و بله، کار خودشون بوده. آقای منتظری در کتاب خاطراتش یک نامه منتشر میکنه از همون سالها که در اون نوشته سپاه در وقت حج یک کار غلط ناروا انجام میدهد. از ساک‌های حدود 100 نفر حجاج پیرمرد و پیرزن بدون اطلاع آنها سوء استفاده می‌کند به نحوی که در عربستان در وقت حج آبروی ایران و انقلاب رو بردند. سال 84 آخوند کروبی که در دهه 60 نماینده خمینی در همین مناسک حج بود، در روزنامه شرق تایید میکنه که نهادی در ایران در ساک‌های حاجیان مواد منفجره جایگزین کردند که ما الان میدونیم این نهاد سپاه بوده. 23 سال بعد در جریان مناظرهای انتخاباتی احمدی نژاد به صورت سربسته به این موضوع اشاره میکنه. آقای موسوی در همین عربستان، من نمیخوام بگم در دوره جناب آقای موسوی از گذرنامه و فرودگاه ایشون چی بردن اونجا و دستگیر شد و چه بساطی علیه کشور را افتاد، اما همین مقدار میگم که رابطه ما با اونها قطع شد. در مناظره با کروبی هم به این موضوع اشاره شد و کروبی اونجا به بخشی از ماجرا اعتراف کرد. آقای کروبی، جناب عالی در سال 65 رئیس حج بودید، اونجا سخنرانی میکنید، اعلام میکنید راه نجات فلسطین بسیج عمومی برای جنگ مسلحانه با اسرائیل است. ایشون جنگ مسلحانه در راه مقابله خواند و برای نجات فلان باید بریم و جنگ مسلحانه کنیم. شما چه کاره نظام بودی اینو اعلام کردید؟ اولا سال 65
حتما من اصلا لشکر قدسی وجود داشته یا نداشته من نگفتم. من همیشه اونجا صحبت که میکردم بر اساس سیاست امام بوده و بر اساس مبنای حرف امام و میگفتن راهپیمایی ما میخوایم بکنیم، ما جهان اسلام رو میخوایم ببریم مقابل اینا دوتا. بله همون قاطع مسلمان ها بسیجن و بهترین نقش هم داشتیم اون موقع. خود حماسی‌ها خود لبنانی‌ها قبول دارن حرکت های مکی اون موقع که از امام بود و خط میداد این وضع به وجود آمد. به حال سال 65 متاسفانه سالی برای ما پیش آمد که یه هواپیما از ما گیر افتاد و معلوم شد یه مش مواد منفجره توش بوده، نگهش داشتن. بندم هیچ خبر نداشتم، با قاطعیت ایستادم، همه مسئولان زمانم هستن و آنچنان ایستادم تا همه اونا رو گرفتم آوردم. پس این از قضیه ارسال مواد منفجره به عربستان در سال 65 که کار خودشون و سپاه بوده و طی سالیان بعد هر بار قسمتش رو درس میدن. در ادامه این ماجرا پروژه بلوا در مکه رو در مرداد 66 ایجاد کردند که به اون فاجعه انجامید که این هم بعداً در جنگ باندی رو شد که کار خودشون بوده. رفسنجانی در خاطرات خودش می‌نویسه عبدالله نوری اینا اومدن پیشش و توضیحاتی درباره جمعه خونین دادند و معتقدند نفوذ گروه‌های تندرو در بعثه در بروز حادثه بی اثر نبوده. منتظری هم در یکی از نامه‌هاش به خمینی که بعدها منتشر شد نوشته بود همه گناه گردن سعودی‌ها نیست. در اثر تندی بچه‌ها اجمالاً هجوم و حمله از طرف بچه‌های ما شروع شد. خبرگزاری فارس در سال 88 می‌نویسه عامل کشتار حاجیان ایرانی در عربستان در سال 66 محسن میردامادی بود. بعد نوشته نویسنده این سطور که خود در اون سال از نزدیک شاهد ماجرا بوده تا کنون از افشای اون خودداری کرده. ولی این نویسنده میگه عده‌ای از دانشجوهای تندرو که محسن میردامادی هم جزو این گروه بودن برنامه داشتن که بعد از راهپیمایی حجاج که در یکی از میادین مکه به سمت حرم بود داخل حرم برن و با تصاحب بلندگوی مسجد الحرام شعار بدن که پلیس عربستان متوجه میشه و میاد جلوشو میگیره. روزنامه نیویورک تایمز مورخ 16 مرداد 1366 هم میگه ایادی خمینی زیر لباساشون چاقو و چماق و همه نوع سلاح حتی بمب حمل میکردند. همه مسلمان ها از دست عوامل خمینی خیلی عصبانی بودند چون قرار نیست کسی به این مکان مقدس سلاح بیاورد. یعنی داره میگه یک فاجعه برنامه ریزی شده بود. پس مشاهده میکنید که در این کیس یک جنایتی رو رژیم برنامه ریزی کرده، یک فاجعه‌ای رو رقم زده تو عربستان، ولی آخرش میندازه به گردن مجاهدین. کاری نداره که اصلا مجاهدین تو عربستان حضور نداشتن اون موقع. داستان‌های سینمایی سرهم میکنه. یک تیم از مجاهدین از کجا پاسپورت گرفتن رفتن عربستان، بعد با لباس مبدل قاطی جمعیت شدن، بعد دیدن تظاهرات خیلی مسالمت آمیزه، یکیشون یه تیر زد به پلیس عربستان، بعد سریع فرار کردن تا اون وسط یک درگیری را بیفته. واقعا مثل اون فیلم مزخرف قلادای طلا بود که سر قیام 88 درست کرده بودن. توی اون فیلم هم اگر دیده باشید سناریوش همینه. میگه توی ایران سال 88 اعتراضات راه افتاده بود، بعد اعتراضات خیلی مسالمت آمیز بود. سپاه و انتظامی مردم رو خیلی دوست داشتن. هر وقت مردم میومدن توی خیابون، سپاهیا و انتظامی با جعبه‌های شیرینی میرفتن به پیشواز مردم که بعد مجاهدین برای اینکه این صحنه زیبای نثار محبت پاسدارا رو به هم بزنن، یک نفر رو از انگلیس فرستادن رفت وسط قیام، بعد توی صحنه که همه روشونو کردن اونور، این سلاح کشید یکی رو کشت تا همه برگشتن وای محسن کشته شد. وقتی میگیم سناریو تکراریه یعنی این. میریم یه نمونه دیگه. سال 73 30 خرداد ماه وزارت اطلاعات رژیم یه بمب منفجر میکنه تو حرم امام رضا درست در روز عاشورا که 26 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. ولی همون روز بلافاصله باز خود خامنه‌ای به صحنه میاد، طبق سناریو میگه منافقین کوردل نشان دادند که هیچ حرمتی برای اهل بیت قائل نیستند. بعد دیگه همه رسانه‌های رژیم میگن دیگه جنایت هولناک منافقین. صحنه سازی ها مفصله این بار. قبلا یه برنامه براش رفتیم. یه تماس تلفنی ساختگی جور میکنن، از 2 تا زندانی اعتراف اجباری میگیرن و آخرش هم با صحنه سازی هر دو رو میکشن که به غربی ها بگن مجاهدین این جنایت رو انجام دادند. حالا چرا؟ چون اون سال تابستان 73
دور جدید فعالیت‌های خانم رجوی در خارج از کشور شروع شده بود. رژیم می‌خواست با صحنه‌سازی این جنایت کشورهای اروپایی رو زیر فشار بذاره که جلوی این فعالیت‌ها رو بگیرن. باز دقت کنید که در این ماجرا هم کسی که پروژه رو پیش میبره خود خامنه‌ایه. ولی در این مورد هم سالها بعد شاهد بودیم که عناصری از درون همین رژیم مثل عمادالدین باقی از مهره‌های پیشین سپاه کتاب نوشتند که انفجار در حرم امام رضا هم کار وزارت اطلاعات بود. اکبر گنجی هم در یک مصاحبه با روزنامه آریا در سال 78 گفت تاریخخانه اشباحی وجود دارد که به توطئه مشغولند که انفجار مشهد یکی از اقدامات آنان است. حادثه وحشتناک انفجار حرم امام رضا پیش آمد که آن را به گردن مجاهدین انداختند. تاجزاده هم سالها بعد در یک مناظره به صورت خیلی سربسته به این جنایت و به این نحوه سناریو سازی اشاره کرد. قتل زنجیره آیه زاکانی کی ایستاد که باید افشا بشه و کی مخالفش بود گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم؟ با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، عین سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک بشه. پس این هم یک نمونه دیگه از فرافکنی جنایت رژیم به مجاهدین. بریم بعدی. در همون سال 73 وقتی رژیم دید انفجار حرم برای بدنام کردن مجاهدین نزد طرفهای خارجی خریداری پیدا نکرد، وزارت اطلاعات رژیم وارد جنایت بعدی شد و تلاش کرد با سناریو سازی قتل کشیش‌های مسیحی رو به گردن مجاهدین بندازه. البته در این جنایت رژیم میخواست هم کشیش‌های مترقی مخالف خودش رو حذف کنه و همزمان هم مجاهدین رو بدنام کنه. دیگه برای اینکی سناریوی مفصل جور کردن. دوباره 3 تا زن زندانی در هم شکسته رو پیدا کردن، ازشون اعتراف اجباری گرفتن که اونا بگن ما از مجاهدین دستور گرفتیم این کار رو بکنیم. روز 12 روز 13 تیر ماه بود که مسئول تشکیلاتی همین که اومد خونه من گفت که فرح باید از کشور خارج بشه، اونم به خاطر اینکه جریان کشیش میکائیل رو رفته و صاحبخانه خودش گزارش کرده. کلی هم روش تبلیغات کردن، دادگاه‌های تلویزیونی، مصاحبه با رسانه‌های خارجی تا این دروغ رو جا بندازن. نتیجه چی شد؟ دوباره بعد از چند سال یکی از درون رژیم پیدا شد که در جنگ باندی واقعیت ماجرا رو افشا کرد. در سال 73 3 نفر از همین هوادارانی که آزاد بودند و محکومیتی هم نداشتند و در زندان هم نبودند و همکاری هم میکردند با وزارت اطلاعات. خب همه میدونید اون 3 دختری که مریم شهباز بود و طول وافری و فرهناز انامی، این 3 دختر همکاری میکردند. سال 72 اواخر 72 میبینیم که اسقف جماعت ربانی، کلیسای جماعت ربانی آقای مسکیان ترور میشه و 6 ماه بعد 2 نفر، یکی رئیس شورای کشیشان پروتستان و بعد کشیش مهدی دیباج، این دوتا هم به فاصله خیلی کوتاه چند روزه به طرز بسیار فجیعی کشته میشن، یکی با گلوله یکی با چاقو. و بعد در خانه‌ای که مصاحبه میشه این 3 دختر میاد به عنوان وابسته گروهک مجاهدین خلق مصاحبه میکنن که ما طراحی رو کردیم و آقای علی ربیع ایشون تعریف میکرد در خانه خودش، میگفتش که بعد از اینکه این دختران رو که اینها رو در واقع تهمه کرده بودن، از اونا خواسته بودن همکاری کنید ببینید آیا این کشیش ها هنوز تبشیر میکنن، هنوز به مسیحیت دعوت میکنن یا نه. خب بعد این دارن که ما علاقه‌مند به کیش مسیحیت هستیم و اونها میپذیرند
و این ملاقات برقرار می شود، ارتباط برقرار می شود و بعد این سه دختر مواجه می شوند با تیم عملیات همون عناصر خودسری که می گفتن، یک مهد خودسری که به سعید امامی منتسب شد و سعید امامی هم کشته شد، مقتول انجام اون قتل‌های زنجیره‌ای شد. می‌بینن که خب مقابل چشم اینها اومدن و دو کشیش رو کشتن با چاقو و گلوله و در فریزر قرار دادن. دختران میگویند که ما بنامون این نبود، بنا بود فقط شما ببینید آیا اینها میخواهند تبشیر کنن یا نه. و نهایتاً این تبشیر به قتل این دو کشیش انجامید و بعد گفتن اگه میخوان آزادتون کنید بیان این مصاحبه کنید و اعتراف کنید. بعد از اینکه این مصاحبه انجام شد و اینها اعتراف‌های وحشتناکی رو انجام دادن، از اینجا بعد رو میخواهم از زبان همین معاون عزیز وزارت اطلاعات و وزیر فعلی کار جناب آقای علی ربیعی عباد عرض کنم. میگه بعد از این مصاحبه خب گفتن خب ما اگر رها کنیم میرن میگن خلاف اینو میگن آبروی نظام میره، حالا چیکار کنیم؟ گفتم پس اینا رو اعدام کنیم. حالا اینجاست که آقای علی ربیعی میگه ما ایستادیم گفتیم که آخه اینا که گناهی نکردن، اینا فقط اومدن با اطلاعات با شما همکاری کردن، عامل شما شدن، در خدمت شما بودن و اینها سالها هم همکاری میکردن و در خدمت وزارت بودن. این مال همین موقع نیست، از دهه 60 تا 73 منابع وزارت بودن و همکاری میکردن. حالا میخواد منبعی که 10 سال خدمت به شما کرده با خاطر این مصاحبه اعدام کنید، با کدوم قانونی، با کدوم منطقی؟ و واقعا اگه همچه اتفاقی هم میافتاد تمام منابع دیگه به هم میریختن و تمام پرسنل وزارت هم به هم میریختن که منبعی که همکاری کرده حالا رفت برای اعدام. تصمیم بر این میشه که طراحی کنن و اینها فعلا در سلول انفرادی بمانن، ولی اخیراً فرهناز انامی رو بهش پاسپورت دادن بره سوئد، رفته سوئد، ولی اینجا از اون گروگان دارن که اگر حرفی بزنی اینجا خانواده تو در معرض خطر است. این موضوع هم البته در رسانه‌های رژیم بارها انعکاس پیدا کرده. یک بار عبدالله نوری وزیر کشور دولت رفسنجانی در روزنامه خرداد نوشت چطور وقتی برخی از کشیش‌های مسیحی به قتل رسیده و پس از تکه تکه شدن در فریزر جاسازی شدن قاتلان به مردم معرفی نشدن؟ این در حالیه که مثلا روایت رسمی حکومت همون اعترافات اجباری اون 3 تا زن بود دیگه، ولی اینجا داره کنایه میزنه. یا مثلا در روزنامه ابرار به نقل از نشریه ارزش‌ها نوشتن طرح به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان، قتل عام کشیش‌های مسیحی، بمبگذاری در حرم امام رضا گوشه‌ای از اقدام‌های همکاران و همفکران فلاحیان در وزارت اطلاعات بود که تحت عنوان تحکیم پایه‌های امنیت ملی انجام شد. اکبر گنجی هم از مقامات سابق امنیتی نظام در یک مقاله در روزنامه آریا اینطور نوشت: وزارت اطلاعات کشیشان مسیحی که نظام سیاسی ما رو قبول نداشتند به قتل رسوند و به گردن مجاهدین انداخت. استدلال وزارت اطلاعات این بود که این کار ما رو از روحانیون مسیحی خلاص میکرد و در ضمن مجاهدین رو بی‌آبرو میکرد. یعنی از این دست اشارات توی رسانه‌های رژیم زیاد بوده. بریم نمونه بعدی. ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای رو دیگه همه کمابیش میدونن که این هم باز یک پروژه وزارت اطلاعات بود که طی چند سال تعداد زیادی از نویسندگان، روشنفکران و شخصیت‌های غیر همسو با نظام رو به اشکال مختلف به قتل میرسوندند. این قتل‌ها بیشتر در دوران رفسنجانی و خاتمی انجام شده بود. در اون زمان هم باز موضوع جنجالی شد و تو جامعه صدا کرد و رسانه‌ها و مقامات رژیم دشمنای نظام رو مقصر اعلام کردند. مثلا اینجا قتل‌های اخیر یک جریان ضد امنیتی است و از بیرون مرزها سرچشمه می‌گیرد. باز دوباره خود خامنه‌ای به صحنه اومد و در یک نماز جمعه گفت که مطلق نمیتونه این کار نظام باشه. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی است، دشمنان خودش رو میکشد، خب چرا سراغ فروهر بره؟ فروهر و عیالش. مرحوم فروهر در قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن این فتنه های سال 60 دشمن ما شد.
اما دشمن بی خطر، دشمن بی ضرر بینی و بین الله. خب کسانی الان در داخل دارن فعالیت میکنن، یقینا وابستگی دارن به دستگاه‌های خارجی. دستگاه با اینا کاری ندارد، میره به سراغ کسی که دشمن ما بود اما نه وابستگی به خارج داشت و نه امتدادی داشت. خب حالا شما فکر کنید که کسی که مثل فروهری را میکشد، این میتونه دوست نظام باشه، میتونه برای نظام کار بکنه؟ چنین چیزی معقوله؟ من باور نمی کنم. ولی ما مردم ایران باور میکنیم که کار نظام باشه، چون حتی اگر اون روز برخی تردید داشتند، الان دیگه اینقدر از درون نظام حول همین قتل‌های زنجیره‌ای اعتراف بیرون اومده، اسناد بازجویی‌های قاتلانی که این جنایت رو انجام دادند منتشر شده. دست آخر خود سعید امامی از مهره‌های وزارت اطلاعات رو دستگیر کردند و برای اینکه همه چیز رو به گردن اون بندازند، قبل از اینکه پاش به دادگاه برسه و بتونه حرفی بزنه، خودکشیش کردند. در جریان جنگ باندی هم تاجزاده از مهرهای باند مغلوب نظام در یک مناظره به دست داشتن بالاترین مهرهای حکومتی در این قتل‌ها اشاره کرد. در مورد قتل‌های زنجیره‌ای توی همون جنایت ما خودمون رو کشتیم، همزمان با اون 4 نفر آقای پیروز دوانی و مجید شریفی هم کشته شد. همین تیم جنایت کرده بود. ما گفتیم پرونده این 2 نفرم رسیدگی کنید، اجازه ندادن، باز نکردن، گفتن همون 4 نفر کافیه. خب اگه قرار افشا بشه اصلاح طلب آقا میذاشتید بیشتر جنایت ما افشا بشه. بگذاریم از اینکه اساساً دوستان قتل‌های زنجیره‌ای پرونده دراز مدت بود، تعداد بسیار زیادی قربانی داد، البته همشون سیاسی نبودن، از سالها قبل شکل گرفته بود و مسببش هم تو وزارت اطلاعات همین تیم فلاحیان و سعید امامی بودن. از مراجع فتوا میگرفتن و میرفتن آقا این سب رسول کرده یا این قاچاقچی مواد مخدر اگه بدیم توی دادگاه اعدامش نمیکنن، جوانای مردم رو نابود میکنه، این خانه فساد و فحشا رو انداخته و غیره، محدور دم میکردن طرف رو و بعد سر به نیستش میکردن. خب اینا چند نمونه از جنایت‌های خودشون بود، یعنی کار خودشون بود که میخواستن به دشمنای نظام نسبت بدن. از این نمونه ها تو این سالیان زیاد دیدیم. مثلا توی اشرف نیروهای عراقی وابسته به رژیم میریختن، قتل عام میکردن، فیلمش هم تازه وجود داشت که اینا از بیرون قرارگاه میان و جنایت میکنن. بعد تو رسانه های رژیم میگفتن دعوای درون گروهی بوده و مجاهدین خودشونو کشتن. یا در جریان بمبگذاری در ویلپنت پاریس هم که یادتون هست، دیپلمات رژیم با بسته رسمی دیپلماتیک بمب رو از ایران آورده، داده به 2 تا از مامورای خودش که بیان توی جلسه مجاهدین بمب بذارن. بعد پلیس اروپایی این طرح رو کشف کرده و قبل از اجرا با بمب توی دست تروریست‌ها رو دستگیر کرده. بعد بلندگوهای اطلاعات نظام تو بوق کردن که این توطئه علیه نظامه، کار خود مجاهدین بوده. تو ماجرای هواپیمای اوکراینی هم که دیگه هنوز فراموش نکردیم، اون 3 روز اول که تمام تریبون‌های حکومتی یه دست میگفتن، ولی اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه، یک شیئی به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز یه چیزی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه. این قابل امکانش هست که ممکنه به بال هواپیما خورده باشه؟ نه، به این شکل نیست. این شکل آتش سوزیش اونطوری نبوده که برید جایی بالا. یعنی کنفرانس می‌داشتن جلوی دوربین و خبرنگار که ثابت کنن ما نبودیم موشک زدیم، در حالی که به دستور خودشون و به طور عمدی به این هواپیما شلیک کرده بودن تا سپر انسانی باشه در برابر حمله احتمالی آمریکا. که البته اینجا هم اگر فیلم‌هاش رو ملت افشا نمی‌کردن، حتما میگفتن که شلیک به هواپیمای اوکراینی هم کار مجاهدین بوده برای بدنام کردن نظام و این حرفا. سناریوشون هم همیشه تکراریه. وقتی یک جنایتی خیلی فضاحتش رو میشه، میگن دشمنای نظام اومدن این جنایت رو کردن تا نظام رو بدنام کنن. آخه شما خودتون اینقدر جنایت کردید که بدنامی رو هم بدنام کردید. دیگه لازم نیست کسی کاری رو به شما نسبت بده تا مثلا بدنام بشی. تو کف خیابون تو روز روشن با اسلحه ملت رو میکشی، از زاهدان تا آبان 98. تو زندان‌ها که افراد بیگناه رو اعدام میکنی، با ساشمم که ملت رو کور میکنی. دیگه تو این 40 سال کدوم جنایت بوده که شما نکردین؟ ملت دیگه الان دستتون رو خوندن. به خاطر همینه که تا یه اتفاقی تو شاه چراغ افتاد 2 ساعت نشده ملت شعار دادن
دفعه هم بعد از داستان مسمومیت هر چند که تلاش کردن این قضیه رو هم به دشمنای نظام و مجاهدین نسبت بدن ولی نگرفت، تا جایی که یکی از نمایندگان مجلسشون گفت فعلا سرنخ دقیق و درستی در نیامده است و من در تمام جلسات حضور داشتم. اینکه مشخص شده باشد که کار سازمان مجاهدین یا جای دیگر است صحت ندارد. تا الان نیروهای امنیتی اعلام کردند که رد پای عوامل خارجی پیدا نشده. در مورد مواد به کار رفته در این پروژه مسمومیت هم این نماینده مجلس که ظاهراً پزشکم هست توضیحاتی میده که خیلی از فرضیات قبلی حکومتی رو رد میکنه. 26 استان و 245 مدرسه درگیر موضوع شدند. اگر این چالش هیستریک و تمارض باشد مگر می شود که 6000 نفر بیمارستانی شوند؟ خیر، تمارض نیست. واقعیت امر این است که این بمب ها یک ماده شیمیایی با عمر کوتاه هستند، چون فرار است و در خون قابل ردیابی نیست. این بمب اثرات سمی دارد ولی پایدار نیست و زودگذر است. موضوع مسمومیت دانش آموزان به قصد کشتن نیست، چون تا الان کسی فوت نکرده است و فقط به قصد رعب و وحشت و اضطراب در سطح جامعه است. اینطور که به نظر میاد شاید این دفعه خیلی زیاد طول نکشه تا یکی از درون رژیم پشت پرده ماجرای مسمومیت دانش آموزان رو هم رو کنه. اما با بررسی سوابق امر و فکت هایی که تا همین جای کار رو شده، دلایل مشخصی وجود داره که این قضیه هم مثل موارد قبلی کار خودشونه. اول روایت های متناقض. اگر این موضوع کار خودشون نبود، هیچ دلیلی نداشت که اجازه بدن انواع روایت های متناقض از تلویزیون آخوندی پخش بشه، مگر اینکه ایجاد ابهام در مورد این قضیه بخشی از سناریوشون بوده. دوم، سازماندهی و گستردگی. انجام چنین عملیات بیوتروریستی در این گستردگی جغرافیایی به وسعت 26 استان و همه جا هم با دقت و حساب شده، طوری که همه جا یک واکنش یکسان رو در دانش آموزان ایجاد کنه، نمیتونه کار هسته‌های مختلف با ایده‌های متفاوت باشه، بلکه این اقدام داره توسط یک ارگانی انجام میشه که میتونه بدون اینکه کسی مزاحمش بشه کار رو پیش ببره، که این فقط میتونه یک ارگان با پشتوانه حکومتی باشه. سوم، حساب شدگی در نوع مواد به کار رفته. موادی که برای این پروژه جنایتکارانه انتخاب کردند نه اونقدر ضعیفه که هیچ اثری نذاره و نه اونقدر قویه که آثار زیانبار جدی داشته باشه، بلکه متناسب با هدف که فقط ایجاد جو رعب و ترس به منظور فلج کردن جامعه است، این ماده رو انتخاب کردن که فقط چند ساعت اثر میذاره، چون هدف ایجاد خبر بوده، نه اینکه تلفات جانی بگیرن. پس این نشون میده که یک طرح کاملا حساب شده و یکسان همه جا پیش رفته. و چهارم، مهمترین نکته، اگر سیر وقایع مربوط به این داستان مسمومیت رو پیگیری کنیم، میبینیم که از یک مدرسه در یک شهر در 9 آذر با افت و خیز یک روند رو به گسترش داشته تا روز 14 اسفند در 15 شهر و بیش از 30 مدرسه. اما درست بعد از سخنرانی خامنه‌ای در روز 15 اسفند، ظرف یک روز داستان افت جدی میکنه و 2 روز بعد هم تموم میشه. خب این نمودار به ما چی نشون میده؟ اگر قضیه اتفاقی بود، خب این اتفاقات باید قاعدتاً بعد از سخنرانی خامنه‌ای هم ادامه پیدا میکرد دیگه. اگر هم که این پروژه کار دشمنای نظام بود، خب اونا که نباید بعد از سخنرانی خامنه‌ای متوقف میشدند. چنانکه که به یاد داریم در همین قیام چند ماهه 1401 خامنه‌ای چند بار سخنرانی داشت و این میگفت اغتشاش باید تموم بشه و نمیدونم 30,000 نفر رو هم دستگیر کردن، ولی مردم که دشمن خامنه‌ای هستن اهمیتی نمیدادن، هنوز هم دارن قیامشون ادامه میدن. پس این پروژه فقط در یک حالت میتونست با سخنرانی خامنه‌ای تموم بشه و اون همین که عواملی مشغول این کار بودند که از خود خامنه‌ای فرمان میگرفتند و وقتی خامنه‌ای از ترس شعله ور شدن قیام گفت دیگه تمومه و ادامش ندید، اونها هم دیگه جمعش کردن. و پنجمین و آخرین دلیل، فرافکنی جنایت به دشمنای نظام و مشخصاً مجاهدین. بر اساس مواردی که در گذشته از همین رژیم دیدیم که عین همین سناریو رو در جنایات دیگه رفته، میشه نتیجه گرفت که هر وقت این رژیم جنایتی رو به طرف مقابل نسبت میده، به خصوص به مجاهدین، قانونمند اون جنایت کار خودشه. هرچند که خامنه‌ای میاد توی تلویزیون و میگه عوامل این جنایت باید به اشد مجازات برسن،
ولی این خود فیلم بازی کردنشه. این قبلا هم این فیلم بازی کرده، طرف این کاره است، سناریو همینه، خودش جنایت رو سازمان میده، بعد خودش هم میگه باید عواملش مجازات بشن تا رد خودش رو پاک کنه. این خصوصیت ویژه این رژیمه که با شناخت این قانونمندی شما بهتر میتونید واکنش ها و اقدامات این رژیم رو در آینده تبیین کنید. وقت بخیر و خدا نگهدار. پاسدار سلامی قرار بوده که سرکرده سپاه تروریستی پاسداران باشه، اما الان و در جریان قیام مردم ایران بیشتر نقش واشر رو در نظام ایفا میکنه و به جز قمپز درمونی برای جلوگیری از نشتی در نظام کار دیگه ای ازش بر نمیاد. این سرتشتک پاسدار تروریست موجود عجیب و غریبیه که جز حرافی و پشت هم اندازی کار دیگه ای بلد نیست. سخنرانی‌هاش ملغمه ای از روزه‌های آخوندها و تکرار مضحک مشتی کلمه بی‌معنیه که بیشتر به کمدی استندآپ‌های بی‌مزه شبیه که هیچ سر هم نداره. فقط زور میزنه تا کلمات قلمبه سلمبه رو به هم بچسبونه و با لفاظی‌های آخوندی به بسیجی‌های کمی روحیه بده. قطعه طنزی در همین رابطه آماده پخشه که با همون رو می‌بینیم. سلام بر پهنای قامت خمیده و تا شده مقام عظمای ولایت. بسیجیان عزیز، کف پاهای کبر بسته شما بوسگاه من باد. درست است که عمر نظام ته کشیده، اما اینقدر نگویید به آخرش رسیده ایم. بنشینید و با تهدیدش حال کنید. الان وضعیت عظما طوری شده که گوسفند هم گازش میگیره، آب یخ رو فوت میکنه، مردشور هم براش گریه میکنه. وضعیتش همه جا شده مثل پتوی کوتاه، میکشه رو سرش پاش میمونه بیرون، میکشه رو پاش سرش میمونه بیرون، آخرش هم به شرشر میفته بدبخت. بعضی هم هستن یه جوری میگن نظام بدبخت شده، انگار ما قبل از این داشتیم تو خوشبختی غلط میزدیم. حکایت اوناییه که یه جوری میگن عصر جمعه دلگیره، انگار بقیه روزای هفته تو سواحل هوایی مشغول صفاسیتی هن. اما دشمنان بدانند این بوکسی که توی اغتشاشات به پک و پوز ما زدن، به پک و پوز و نظام زدن، یه جوری بود که باعث شده دلمون برای مشتای قبلی تنگ بشه. عظما به من میگفت کاش 20 تا دیگه از اون قبلی ها میخوردیم، اما اینو نمیخوردیم. در پایان اجازه بدهید آخرین دستاوردهای سپاه رو به اطلاع شما برسانم. اخیراً ژاپنی ها یک ربات دزدگیر پیشرفته درست کردن. ربات رو بردن آمریکا، هر 10 دقیقه یک دزد گرفت. بردنش روسیه، هر 8 دقیقه 2 تا دزد گرفت. آوردنش ایران، برادران سپاه ربات رو دزدیدن، هنوزم تحویلش ندادن. بله، این است اقتدار ما. ما همانها هستیم که کرونا یاب مستعان درست کردیم. میخواستیم یه شرکت هیولای الکترونیکی درست کنیم، اسمش رو بذاریم انار ساوه، بعد با شرکت اپل رقابت کنیم. تا نقطه گاز زدن انار هم رفتیم، اما خب بقیهش زحمت داشت. این بود که زدیم تو کار لپتاپ، پول میخواست، تحریم ها اجازه نداد. واسه همین به جای لپتاپ رفتیم تیتاپ خریدیم. بله، این است توانمندی سپاه ماستداران.
ما همان مگس هایی هستیم که مست از باده ولایتیم و در برابر کارخانه پیف پاف دشمنان عربده میکشیم. کف پایتان بر جسم ناقص عظما مستدام باد. خدمت همه شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همراهان پیک شادی، پیک بهاری و سیمای آزادی و سال نو رو یک بار دیگه خدمت شما تبریک میگم. من هم سلام عرض میکنم و از اینکه در دومین کامنت نوروزی خدمت شما هستیم خیلی خوشحال. خب بابک موافقی کامنت شماره 2 نوروزی رو با یک سفر نوروزی شروع کنیم؟ وسیله‌اش فقط چیه؟ با چی می‌خوام بریم سفر؟ معلومه دیگه، با قطار سریع و سیر پیشرفت. مال رئیسی؟ آره، آخوند رئیسی گفته می‌خواهند قطار پیشرفت را متوقف کنند چون کشوری با این قدر پیشرفت همه را حیرت زده می‌کنند. یادش یه جمله از ناپلئون افتادم، اینو شنیدم. ناپلئون یه روز پیروز شده بود توی جنگی، از فرماندهانش پرسید که ما چقدر تلفات دادیم پیروز شدیم؟ گفت 60% سپاه کشته شده. گفت یه بار دیگه پیروزیم کل سپاه نابود میشه. نخواستیم این پیروزی رو. نخواستیم. یه بار دیگه آخوند رئیسی بخواد حیرت زده کنه کل مملکت میره به فنا. خب حالا که سفر زمینی جواب نداشت، اگه موافق باشی بریم سراغ سفر دریایی. اون هم با شناورهای عجیب غریبی که خیلی هم کامنت خورش خوبه. یعنی رژیم یه دونه رئیسی هم تو دریا داره، اونم یه کشتی پیشرفت رئیس دریایی، رئیس هوایی کرده. بریم اونم ببینیم. بریم ببینیم چه شناورایی هست. این باز تو این علاق یه اتفاق دیگه افتاد. شناورهایی که سرعتشون از 55 نات به 75 نات رسید و از 75 نات به 90 نات رسید. 90 نات هر نات 1853 متر. موشکش چیه؟ موشکش ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، بخش موشک‌های کروزه، در واقع صنایع هوافضای مجموعه وزارت دفاع که نصیر اسمش. از 90 کیلومتر برادرای ما رفتن رو 120 کیلومتر. این مکانیزمش چجوریه؟ یعنی چجوریه هی همینجوری 30 نات 40 نات همینجوری میره بالا؟ تو نباید دنبال مکانیزم باشی. ببین این شناوری که این پاس داره ساخته ولایت مداره، با بصیرت، ذوب شده تو ولایت، دانش بنیانه. اصلا به اذن ولایت اگه لازم باشه 30 نات 40 نات چه 300 نات میره. دیدی گفت موشک ساختن 90 کیلومتر، بعد دید چرا 90 کیلومتر 120 کیلومتر. برنامه ادامه پیدا میکرد تا 2000 کیلومتر میرفت. یه برنامه رو کات کردن. احتمالاً منظورت از این اذن ولایت همون منقل و سیستم دم و دستگاه خامنه‌ای دیگه. اگه اون باشه که آره 30 نات 40 نات چیه؟ میره فضا اصلا. نه الان دیگه اون دستگاه فضاساز خامنه‌ای هم کارایی نداره. یعنی منقلم دیگه. منقلم کارایی نداره. حالا این کلیپ موشک عمود پرت‌ها پرتابشون رو نگاه کنید که جالبه این کلیپ هم. بله. این چی بود؟ یعنی کلش خالی بندی بود؟ کلش بیشتر خالی بندی بود. ببین این پرتاب موشک عمود پرتابی که این پاس داره میخواد بفرسته رو مغز بسیجی‌ها. اسمش هم گذاشتن نواب. یه موشک آمریکایی است به نام SM-6 که از رو ناو آمریکایی جان پول تو آذر 95 یعنی 6 سال پیش 7 سال پیش شلیک شده. منتها من انصافاً سپاه توی فتوشاپ و کپی کشی واقعا تو قطار پیشرفت سوار شده. نه خب واقعا نمیگن، خب دروغشون لو میره، 2 تا فیلم‌ها رو میذارن کنار هم بعد مفتضح میشن. خب اگه بعد اینا این فکر رو بکنن بعد کل این مسابقات تعطیل بشه، تلویزیون رژیم تعطیل بشه، اون همه چی 2 روز بعد لو میره. این میگه ببین
لو رفتن و آبرو و اینا مال کسی که چیزی داشته باشه. برای رژیم که این چیزا نداره. کسی که میگن به قول معروف آب از سرش گذشت، چه وجب چه 10 وجب چه 100 متر. اصلا مال کسی که پاش رو زمینه، نه مال خامنه ای که 4 تا پاش رو هواست. آبروی خودش از دست بده. اینکه تلویزیون آخوندا و رسانه هاشون هی میگن همه جای دنیا بدبخت بیچاره ها هستن، همه جا فقر هست و اینها که چیز جدیدی نیست. میگن اصلا همه جای دنیا، اروپا، آمریکا، همه دارن تو مشکلات منهای دست و پا میزنن. بله، این چیز جدیدی نیست. اون چیزی که جدیده اینه که الان مدعی شدن که این داستان مسموم سازی دختران دانش آموز هم فقط مختص ایران نیست، تو ژاپن هم همین داستانه. بله اینم خبرش. بوی نامطبوع 9 دانش آموز ژاپنی را راهی بیمارستان کرد. ببین علت این داستانش اینه، نه که خود ویروس کرونا از آسیای جنوب شرقی اومد، این سپاه گرفت مهندسی معکوس این ویروس رو تبدیل کرد به گاز سمی، دوباره فرستاد آسیای جنوب شرقی، گفتش که بزنی میخوری. یعنی چنین داستانی. آره چنین داستانی. ولی خیلی بی ربطه که مثلا هم تو مدارس دخترانه ایران هم تو ژاپن چه اتفاقی بیفته. بسیجی که نشسته این خبر رو میشنوه چه نتیجه‌ای میگیره؟ ببین بسیجی‌ها که تو نقطه‌ای نیستن که فکر کنن و نتیجه بگیرن، چون اگه اینقدر کار بتونن بکنن که بسیجی نمیشن. منتها قرار این نتیجه رو بگیرن که همه جای دنیا وقتی دانش آموزاش اعتراض میکنن و رژیمشون رو میخوان سرنگون کنن، ولی فقیهشون میاد میگه برید تنبیهشون کنید، بعد گاز سمی میفرستن به مدارسشون. منتها این بسیجی‌های فند و مغز اینو نمیفهمن که وقتی هم که مردم اعتراض میکنن به این کار، همون ولی فقیه باید بیل به دست و هن زنان بیاد بگه که من غلط کردم، همین بسیجی‌ها هم دهنه بزنید که گاز سمی نفرستن. خب حالا تو این قسمت از برنامه میریم سراغ مصاحبه یک موجود عجیب الخلقه که کم هم نیست از تیره عظماسانان که اول مصاحبهش رو با هم ببینیم. من 2-3 تا سوال دارم که بعدش از بابک میپرسم. تو رژیم معقول الخلقه رو باید پیدا کرد. عجیب الخلقه که زیاد ریخته. شما فیلتر اینستاگرام رو تایید میکنین؟ 100% من تایید میکنم. اصلا باید قطع بشه. اینستاگرام فاجعه است. بدترین شبکه‌ای است که تو دنیا داره کار میکنه، با مزمحله، اصلا قابل دفاع نیست. به نظرتون نظر مردم هم همینه؟ اکثریت مردم؟ من کاری به نظر مردم ندارم، ولی میدونم که چه آثار زشتی و مکروهی داره تو جامعه میذاره. اگه اکثریت مردم بخوان فیلتر اشتباه بکنن که نمیتونیم به خاطر اکثریت ما این کارو بکنیم. خب شغل این چیه بابک تو نظام؟ این نماینده مجلس. نماینده مجلس مثلا. بله. مگه تو همه جای دنیا کار نماینده مجلسی نیست که نظر مردم رو که بهش رأی دادن نمایندگی کنه؟ چجوریه که این میگه من کاری به نظر مردم ندارم؟ باز تو جاده اشتباه رفتی مهران. طبق معمول. نه ببین تو همه جای دنیا همین که تو میگی نماینده مجلس در فرایند انتخابات نظر مردم رو بگه. اصلا نماینده مردم، اصلا نماینده که میگی نماینده ولی تو ام القرایی که خامنه ای ساخته نماینده مجلس اصلا کاری نباید با نظر مردم داشته باشه. نظر مردم یه چیزیه، نماینده باید یه چیز دیگه نظر داشته باشه. تازه اگه یه بارم بخواد یه چیزی از خلاف نظر عظما بگه، از رانتو آقازاده بود، حسابای بانکی خارج، اون ماشین 2 دیفرنسیالا بود که می‌خواستن، اونا خبری نیست. پس با این حساب نماینده ولی فقیه این در واقع. احسن به خال زده. بی خود نیست که مجلس رژیم میگن استبل ولایت، تازه خودشون هم به خودشون میگن اساره رذیلت‌ها. حالا بریم یه چشمه دیگه ببینیم از یکی از موجودات کابینه آخوند رئیسی، وزیر ارشادشه که ببین به خودش چجوری سور زده. میگه آزادی بیان در کشور ما با هیچ کجا قابل مقایسه نیست. منم قبول دارم، اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا میدونی چرا تو این رژیم گشت ارشاد را میندازن، سانسور میکنن، فیلترینگ، اصلا این وزیر فیلترینگ دیگه، این همه بگیره به من زندان درست میکنن تا این آزادی به تعادل برسه. چون اگه این آزادی به تعادل نمیشه، زیاد باشه، سایر کشورها سرریز کنه. اصلا مسئول عدم سرریز آزادیه این وزارت ارشاد. اگه این آزادی به همین ترتیب
اونقدر زیاد بشه، مردم حکومت‌های دیگه مردم کشورهای دیگه ببینن که تو ایران انقدر آزادی، همه سرازیر میشن ایران، تعادل کره زمین به هم میخوره، بعد تازه مردم تو همه کشورها شروع میکنن اعتراض به حکومتشون، ما میگن مثل میخوایم ایران تحت حکومت آخوندا بشیم. کار اصلی این وزیر ارشاد رژیم اینه که نذارین آزادی سرریز کنه. یعنی کار سختیه. یعنی به یه حدی برسونن که بشه با بقیه کشورها مقایسه شه. دقیقاً. آقا من دیگه حرفی ندارم. بابک تو میدونستی ایلان ماسک هم یکی از دشمنای نظامه؟ چرا ایلان ماسک به رژیم چیکار داره؟ بله الان ببین، شما این کلیپو ببین تا متوجه بشی داستان ایلان ماسک چیه. و ایلان ماسکی که با همینا میچرخه، اومد براشون توییتر رو خرید تا بتونه شبکه رسانه‌ای هم داشته باشه، یعنی با سرعت هم مخالفینش دارن حذف می‌کنن. الان من بارها مثلا من تو توییتر می‌نازنم بیرون. آقا چه مگه شما آزادی بیان نمیدید؟ بعد مگه من چی گفتم؟ ببینید دارن حذف می‌کنن که یک طرفه بتونن حرف بزنن. ابعاد توطئه رو دیدی؟ من الان تازه برام مشخص شد که چرا ایلان ماسک رفته توییتر خریده. یعنی استکبار چقدر نقشه دقیق کشیده، دیده جهاد تبیین خامنه‌ای داره پیش میره، پیامایی هم که به سایر جوانای کشورهای دیگه میده، همه گرفته، همه جوانا گوش میکنن، بعد اصلا تکون خوردن. بعد اصلا توی هیچ جای توییتر هم حریف تئوریای این جوجه تئوریسین خامنه‌ای نمیشن. رفته پیش رئیس توییتر گفته که ببین اینو جمع کن بساطشو. گفته چی من مگه میتونم؟ من خودم پای صحبت‌های این میشینم. بعد دیدن اصلا رئیس قبلیشو میگه دیگه. آره دیگه رئیس قبلیش. بعد گفته بابا اصلا این داره همه جوانای اروپا هم میکنه متمایل میکنه به عظما. اصلا صورتبندی مسائل بین‌المللی داره عوض میشه، هر صحبتی که این میکنه اصلا صحنه بین‌المللی جهان عوض میشه. به ذهنشون زده که چی؟ ایلان ماسک بره بخره. اصلا ایلان ماسک برای همین خریده اینه بندازی بیرون، بعدم میخواد بفروشه. اصلا میگه من کارامو کردم، الان میخواد بفروشه دیگه، میگه من راه پور انداختم بیرون. الان صحبت پیام خامنه‌ای به جوانهای کشورهای مختلف شد. یه پیام داده تصویری به شیوه انیمیشن، اینفوگرافیک به زبان اسپانیایی. خامنه‌ای چجوری میخوام بندازم بیرون از این؟ اینو ببین حالا. بله دیگه الان همه انگلیسی زبانا، آلمانی زبانا، یک دل، نه فرانسوی زبانا، فرانسوی زبانا، همه جذب پیام‌های خامنه‌ای شدن. فقط مونده بود اسپانیولی زبانا که اونا فکر کنم بعد این پیام یک دل نه 100 دل عاشق این پیام شدن. حالا جالب اینجاست که ما قبلا تو پیک شادی هم یک کلیپی دیده بودیم که حاوی پیام‌های خرچنگ ولایت که اونم پیام‌های عظما رو رله میکنه به زبان اسپانیولی بود. حالا که صحبت پیام شد اینم با هم ببینیم. Ay. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Si te pido un beso, ven. خب نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبر آخر. بابک خبر آخر: اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی مردم نمیتوانند قزلالا بخرند صادر میشود. بله اشکال باز از مردم دیگه. من این داستانی که گفتی یا داستان خودم افتادم توی فرودگاه دیدم یه مغازه از این مغازه کم مشتری جنس میفروشه. رفتم گفتم آقا این قوطی واکسات چنده؟ گفت 2 میلیون تومان. گفتم ای بابا مگه چی میسازی 2 میلیون تومان؟ گفت بابا این کجای کاریم واکس نیست که این خاویاره. من تا حالا خاویار ندیده بودم. حالا حکایت این قزلالاست. مردم اصلا شکل قزلالا رو فراموش کردن، این مشکلش اینه نمیتونن بخرن. به قول مردم ما تا این آخوندا کفن نشن هیچ مشکلی تو مملکت حل نمیشه. تا روزی که این آخوندا هستن مردم ها شکل نونم فراموش خواهد کرد، چه برسه به قزلالا. بله.
خب خیلی متشکریم که با ما همراه بودین در دومین کامنت نوروزی. یک بار دیگه براتون آرزوی سلامتی و سرشاری و تندرستی داریم و تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. من هم از همراهیتون تا این لحظه با ما تشکر میکنم و امیدوارم که برنامه مورد پسند شما واقع شده باشه. بینندگان عزیز، همراهان گرامی، به پایان مجموعه برنامه‌های پیک بهاری در نوروز 1402 رسیدیم. امیدواریم که این مجموعه برنامه‌ها مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تونسته باشیم در روزهای آغازین بهار سال 1402 لحظات خوبی رو براتون فراهم بکنیم و خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم. تلاش ما دستاندرکاران پیک شادی اینه که بتونیم پیک شادی رو در سال جدید ارتقا بدیم و البته این بدون کمک‌های شما عزیزان و پشتیبانی‌های بی‌دریغتون امکان پذیر نیست. با بهترین آرزوها برای همه شما تا دیداری دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. موفق و پیروز باشید.